سلام علیکم همدیاران عزیز. من کامل فیض‌الله مزار شریف پنسیونر دویم گروپ. من همین خانه مصفیدا آمدم که دست خیر دراز کنم برای همین همه. اولش الله تعالی، دویمش این ماه شریف رمضان که در یک انسان یک نانریزه نان میتید برای الله تعالی خیر سخاوت میشه. دست یک دیگر گرفتن در کار پنجه برابر نیست. همتون به همین ماه شریف رمضان با که چی نیت و مراد مقصود داشته باشد، الله تعالی به مراد مقصودتون رساند، خیرای به درگاهش قبول کند. ماه شریفی به خاصیت بیان خدای خداوند توی خانه شود و مراد خانه شود. کی نیت و ارزی خانیش دارد، خدای خداوند فرزندای و پدراشون به توفیق انصاف دهد که مادرانشون، خواهرانشون، فرزندانشون عزت و حرمت کنند، دست یاری دراز کنند در این دنیای دو روزه. هیچ کاری شکار نمی کند. خدای خداوند همین خیرهای به درگاهش قبول کند. همتون خوش آمدید تا مورد دیده واجب است.